خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید. اومدیم بازی هلو نیبر 1 و اون دست از عزیزانی که بازی کردن یا حالا توی یوتیوب یا هر جا دیگه دیدن که میدونن جریان چیه و اما اونایی که نمیدونن یه توضیح براشون بدم. این توضیح دارم میدم و خودم در آوردم. خب ما یه همسایه فضولیم که همسایه‌مون یه پیرمرد بچه بازه. خب و ما اینطوری که دیدیم داخل خونه‌تون آقا پرده بزنید دیگه. خب یه بچه دزدیده و کرده تو زیر زمین و حالا دیگه چیکار کرده دیگه ما اطلاعی نداریم و قراره که بریم تو خونه اون و بفهمیم که جریان چیه. بله پس بیم معطلی بریم سراغ گیم. به نماز آقا، به نماز. و آقا حالا تا قبل از که شروع بشه لایک، ساب، کامنت و اون زنگوله هم یادتون نره تکون بدید که بزرگترین حمایت از من کردید و دمتون گرم. یه از فکرم گیر زد دیدم بخودم. سرپایینی من نداره. با چی میدوید دوست رو بینم؟ یافتم. همون چیزی که گفتم و الان اینجا میبینید. وایسا پیرمرد سگ. دید منو دید. کردش تو زیر زمین. دیده بی شرف. اصلا بذار تکون بخورم بعد منو بگیر حداقل. این کلیده رو بعد بگردیم پیدا کنیم تا بتونیم در زیر زمین رو باش باز کنیم و حالا اون بچه بدبخت رو نجاتش بدیم. بله خیلی آخوین دوستان، هر جا میخواید پارک کنید مثل اینا کن، بکوب تو دیوار، بکوب تو نرده، راهنا کن. نرده شکسته ولی ماشین هیچیش نشده. بنازم بله به میگم پارک کردن اصولی. بنازم هلو کسی نیست. هلو اینجا بود. پس پنجره بازه. بابا باریکل. باز نمیشن. وی نمیره زیر تخت. گوه خوردم. بس آن چرا میره؟ نزدیک منه. گوه خوردم. خب بیرون. درد حالا چیکار کنم من؟ گوه خوردم. ببخشید ولی باید شیشه رو بشکنم. حد در نمیشه برم تو. سلام نکن. وی
یا نیم ساعت پیش شیشه رو شکستم، یارو تازه اومده تو خونه. برو بیرون سیشتیر رابرت. من از این یارو خوشم نمیاد، شبیه داشاق. الان یارو از میاد منو میگیره. وایس تو یخچال چیزی نداره. وایسا چیزی امتحان کنم. وایسا وایسا ایده های خوبی دارم تو ذهنم. به صداش کلا بده. خب برو بر دارو واکو دارم میام. آروم بذار. آهای نمت گرم. خب یه اشتباهی هست. از اون پنجره بالایی میخوام تو، از اونو دیگه احتمالا بگیره کیمونم پاراست. ولی خب به هر حال تلاش خودمونو میکنیم. بس صدا میکنی میخوایی اینجا رو قدم میزنه. احمق. وی رفتم فشار شد شانس آوردم. نه بعد بخ اینجا بسته است. هر کارم بکنی نمیتونی منو بگیری. ایوانه میشه. فلان ببندش. اومد بالا. نه حله آقا، همه چی تحت کنترله. اوه قابارم میشه برداشت. چه گویایی میخوری؟ سلام. بیا خب بیا دیگه، بیا بگیرم. بیا گو خوردم. حالا خوب بیاد واقعا. چی شد؟ نتونستی احمق. از کجا آمد یارو؟ خواب یارو. بایستا. دیگه قرار از خواب ناز بیدار شی. اوکی. از زیاد نزدیک نباید زد. وایسا من یک کمی دورخیز کنم. خدای شکر چی بیام. خدای شکر عالیه، زندگی عالیه. به سلامت روانم. رفتیم داخل. این درم قفله. کلید در واگو ولی همینه دیگه. کلیدش همرنگ این داره. وایسا تصمیم داریم. در چیزی باز میکنه. واکو یعنی
ای در چجوری باز میشه؟ یعنی چی؟ درو گفتش باز کنم بازم باز نمیشه. بایستا ببینم. برو اونور. یعنی چی؟ خب چی باز میشه؟ ای در ولش کن. ریدم تو این در بابا نمیکن. الان این که زدم حال چیه؟ اصلا این سیمت به کجا میرسه؟ بابا ریدم تو این سوراخ. برو بیرون. بعید نمیزدم. این سیمه بایست. او خب میرسه به این پنکه. خب الان این پنکه خودش با چیکار کنم پنکه رو؟ بکن تو کونت. این مال چیه؟ یه صدایی اومد. وایسا یه صدایی اومد. این سیمه الان میرسه به کجا؟ وایسا ببینم. این سیمه مثل سیمش دنبال کنم. وایسا. خب در واکو این سیمه میره بابا. برو ریده. فهمیدم اومد پایین. بابا بیاد این انگشت نشون بدم تو گیر میده. پس انگشت اشاره سشدیر. برو خونتون. بابا ولم کن. عجب گیری کردیم. فهمیدم. اینو ده پایین. برقو بس کرد دوباره. ریدم به قبر پدرت. شاشیدم. خب بس الان برق قطعش کدومه پا؟ بس ببینم. بابا ولمون کو. اما بکش بیرون. خب بایستا. خب الان بازم میاد پایین. خب آقا بالاخره فهمیدم چیکار کنم. مدیونی اگه فکر کنید رفتم توی یوتیوب نگاه کردم. اصلا خودم با هوش و ذکاوت خودم فهمیدم بعد نیم ساعت که اینجا یه کلیده. خدایا شکرت. به زندگی عالیه. اینو بشکن دیگه. شکست. بودو خب بودو ای جانم آهن رو. خب نبینه منو. کجای بی پدر و مادر. خب دیدم قبر پدرت. از کجا اومدی؟ ریدم تو این زندگی. چرا نمیمیره این؟ وای اینجا کجاست؟ تاریکه. در واقع کار دارم امو. این زیرم. خب میخواد چیکار کنی؟ بیا این زیرم. بیا بگیر خودت. بیاو این زیرم. میشه با هم دوتا؟ نه وای
اینم حالا به درد میخوره، حالا به هر حال بعدها به درد خواهد خورد. ایول خب اینو بده، اینم بده. ایول فعلا به این نیاز دارم. من تو این اتاق نه خب ماکو برو. رفت. ای جانم بده من کلیدو. ریدم تو این گیم، جدی دارم میگم. بازی نکنید برای روان. من پرم خب این دیگه به درد نخور، به درد نمیخوریم بابا. سیشتیر. خب تمام این مدت، نه جدی تمام این مدت یه صندلی پشت این در بوده. چیزی برای گفتن ندارم. بالاخره خب دوستان تا همینجا کافیه. جدی بیشتر از این بخوام ادامه بدم سلامت روانی که ندارم و دست میدم. پس لطفا ویدیو لایک کنید، کامنت بذارید و کامنت بذارید چه بازی دوست دارید براتون بذارم. بقیه این بمونه برای پارت بعد. جدی ریدم، یعنی مغزم ریده به خودش که چطور 40 دقیقه اینقدر اینو طولش دادم. و دمتون گرم تا اینجا ویدیو نگاه کردید. لایک، ساب، کامنت یادتون نره. دمتون گرم و تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.